بعد 3 روز بحران در مرز تاجیکستان و قرغیزستان شام 20 دکبر ساکنان روستای اقصای راه را باز کردند. خبرنگاران بخش قرغیزی و تاجیکی رادیوی آزادی از مرز خبر می‌دهند که پاککاری مرز از سنگ و شغل شروع شده است. سبب باز شدن سرحد وعده مقامات قرغیز به ساکنان اقصای در بنیاد راهی الटरनेटिव्ی بوده است. جانب قرغیزستان دیروز تقاضا کرده بود که مقامات تاجیکستان به ساختمان راهی الटरनेटिव्ی اقصای تندیق رضایت دهند، ولی نمایندگان دوشنبه گفتند حل چون این مسئله ها با شرط گذاری و تهدید ناممکن است. قرار است در آینده نزدیک ملاقات بلندپایه رهبران دو کشور برگزار شود. سبب 3 روز پیش مسدود شدن راه ماجرای مربوط به سوختار 2 انشاءات در قلمروی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان شد. مطلب جنجال برانگیز نشریه بیلد که گفته است در تاجیکستان 200 ماشین ربوداشودای آلمانی کشف شده مربوط به خویشاوندان پرزیدنت است و کنش‌های منفی مقامات این کشور را به بار آورد. سفیر تاجیکستان در برلین این مطلب را غرضناک و تحریک‌آمیز و فرضیه‌های ذکر شده را بی اساس می‌نامد. وقتی که در مقاله قید کرده میشد که اونو با طریق GPS و تکنیکی معین نمودند که این ماشین ها در قلمرو تاجیکستانند. چرا اونها از این تکنیک استفاده نکردند که این ماشین ها را در پولشا یا در قزاقستان یا در قلمرو دیگر دولت ها با آلمان برگرداند. مقامات تاجیک میگویند که تحقیق اتهامات مربوط به استفاده ماشین‌های ربوده شده در خاک تاجیکستان همراه با ساختارهای حفظ حقوق آلمانی کیهاست جریان دارد و نشر این مطلب تنها با هدف به هم زدن روابط آلمان و تاجیکستان انجام شده است. کمیته های دین و انداز تاجیکستان میگویند که مسئله پرداخت 50% معاش راهبلدان زائران حج حل خود را یافته است. طبق موافقت این دو نهاد نصف معاش نگرفته راهبلدان چون مالیات به بودجه دولت سپرده می شود. مسئولین میگویند که بیش از 18,000 سومانی درآمد هر راهبلد حساب می شود و 13% آن به ساختارهای انداز دولت سپرده شده است. مسئولان کمیته دین میگویند که همه ساله آنها خودشان از حساب کمیته انداز راهبلدان را می سپاریدند. با راهبلدان به حیث مزد مهنت 1994 سومانی گرفتند و بقیه 2541 سومانیش را کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از آنها انداز ستانیده است. دختر تاجیک در مسکو می‌خواهد در آزمون ملکه روسیه سبقت کند. نیسا مبارکشوی و 21 سال داشته دانشجوی دانشگاهی به نام پلیخانف است و می‌خواهد در آزمون با نفوذ زیبایی این کشور اشتراک کند. مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با نیسا مبارکشوی و در سایت اینترنتی رادیوی آزادی و هم شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و زمینه تلفنی همراه شما.